خب سلام بچه‌ها، امیدوارم که وقتی این معامله رو می‌بینید سود خوبی امروز از بازار گرفته باشید. متاسفانه بچه‌ها من ویدیو ضبط کرده بودم و اینجا ورودم رو نشون دادم، دلیل گفتم سر ورودام و حالا ادامه ماجرا. از پای سیستم دیگه وقتی معامله رو گرفتم بچه‌ها، من توی فشار فروش اینجا این بچه‌ها من دوباره نشون این فیلم نیست به خدا. ببینید بچه‌ها این فیلم نی، لایو ترید ها رو حتما نگاه کنید، 1 2 3 اینا رو حتما نگاه کنید. خب متاسفانه من اینجا بچه‌ها یه پوزیشن ها رو خارج میشم و اون پوزیشن هم ریسک فری میکنم و اجازه رشد میدم. بذارید تا من این کار رو انجام بدم. حالا ببینیم من میذارم اینجا، ولی حالا اینجا هر جایی که ببینم داره ضعف نشون میده وارد میشم. خب عرضم به خدمتتون، حالا بهتون میگم دلیلش. تایم لندن وقتی شروع شد این ریزش رو داد. اما بچه‌ها این ریزش نیست، این گپ خستگی و گپ پایانیه. یعنی چه؟ یعنی این روند نزولی که ادامه دار بوده از تایم نیویورک دیروز، ادامه دار بوده و تا رسیده به تایم اوایل تایم لندن امروز. من همینا رو فیلم گرفتم. من متاسفانه چون از پای سیستم بلند شدم چیز شده، ضبط نشده متاسفانه. حالا لپتاپ رفته رو حالت اسلیپ میگن، خاموشی حالا موقتش، و حالا ضبط نشده. اشکال هم نداره، من الان بهتون میگم چه اتفاقی افتاده. من دو تا محدوده کشیدم توی تایم 1 ربع. چندین محدوده هایی که توی استراتژیم قبول داشتم، حالا روشون واکنش هایی ببینم و استفاده کنم از این واکنش ها توی پوزیشنم. توی تایم لندن که شروع شد، اوایل تایم لندن بچه‌ها کاری نکرد، چون حالا کلا اوایل هر تایمی بازار یه حجم پول بزرگی واردش میشه و رفتارهای هیجانی نشون میده. به خاطر همین من کاری نکردم. یه محدوده‌ای کشیده بودم اینجا، این محدوده مینوری رو کشیده بودم. این محدوده‌ای بود که میتونست حالا روند رو تغییر بده و بعد از اینکه حالا بریک هم داده اومده بهش پول بک داده، واکنش داده، هم خط روند همین محدوده. صبر کرده بودم، اینجا هیچ بایی نزدم مگر اینکه این محدوده رو به بالا برای من بریک میداد مثل اینجا و حالا بایمو وارد میشد. خب اینو دیدم توی تایم لندن، اینو دیدم. این چی بود؟ این میبینید این خط روند. خب بچه‌ها این خط روند اومده واکنش داده، چندین سقف ساخته، ولی چون من از یک طرف این محدوده مقاومتی رو داشتم و از یک طرف این محدوده حمایتی و از یک طرف این محدوده مقاومتی رو داشتم، اینجا تصمیم گرفتم هیچ کاری انجام ندم. به خاطر همین صبر کردم و وقتی این کندلای پرقدرت نزولی رو دیدم، تصمیم گرفتم اینجاها روی این پین بار، میبینید اینجا که توی لایو ترید دیروز گفتم و اشاره کردم دلیل داره چرا این محدوده رو من انتخاب کردم، برای جهت بالا رفتن با یک استاپ معقول، تقریبا 5 پیپ استاپ بود، با یه استاپی که معقول باشه، ریسک زیادی روش انجام ندم، اومدم و بایمو زدم و سیستم بچه‌ها استاپمو گذاشتم، تی پی امو یک کمی بالاتر گذاشتم. من اول با فکرم تی پی امو بچه‌ها اینجا گذاشتم، توی تی پی 2 گذاشتم، بعدش اصلا یادم اومد تی پی امو بالاتر گذاشته بودم. چرا حالا بالاتر گذاشته بودم؟ به خاطر اینکه من تو تایم بزرگتر بچه‌ها این تریدینگ رنج رو می‌بینید، این دیروز بریک اتفاق افتاده، بریک این تریدینگ رنج اتفاق افتاد. وقتی که بریک تریدینگ رنج اتفاق بیفته، حالا منتظریم پول بک زدن بهش. پول بک همیشه این نیست که مثل این مثلا بیاد به این واکنش بده و پول بک شد. نه، بعضی وقتا میاد داخل محدوده و پول بک روند میزنه. بچه‌ها به این توجه داشته باشید، شما باید بازار رو بفهمید، نه اینکه 4 تا حالا کتاب ببین. اونا نمیگم چیزای اشتباهی ان، اکثر تریدرهای معروف اینا رو نوشتن، تجربیات اونا بوده، اینا رو اومدن درست کردن، من نمیگم اون. ولی اینکه با 4 تا کتاب خوندن و بخواید کلاسیک کار کنید، این اشتباهه. یکی از حالا قدیمی ترین تریدرهای معروفی که حالا من توی این کتابی از استاد معرفی کرده به نام جادوگران بازار نوین، میگه که بچه‌ها بازار هر چقدر جلوتر بره پیچیده تر میشود. در عین سادگی که شما میتونید روندها رو پیدا کنید، میتونید نقطه های ورود خوبی پیدا کنید، پیچیده تر میشه. یعنی شما میدونید که این بریک داده، اما نمیدونید شاید از کجا بخواد شروع کنه به روندش ادامه بده. اینا دلیله. خب اومدم اینجا تو فشار فروشم، وقتی این محدوده مهم رو داشتم اینجا ورودمو زدم با 0.5% ریسک روی کل اکانت. اولین معامله‌ام بود، میتونستم ریسک کنم. فهمیدم که این گپ خستگیه و حداقلش تا اینجاها بخواد برگرده، اما خب احتمال دادم که بالا بره به خاطر همون شکست تریدینگ رنجی که گفتم. و الان کندل ها خیلی قدرتمنده بچه‌ها. یک خبرم ساعت ارزم به خدمتتون 4 فکر کنم، 4 خبر داریم به وقت خودمون ایران.
وقتی این ویدیو رو دارید میبینید بعدا هم برید ادامه بازار رو ببینید. من خودم این پیش بینی نی بچه‌ها، این چیزی من احتمال میدم، احتمال پیش بینی بازار نیست، احتمال میدم این سطح با خبر بریک بشه، این احتماله. اما من طبق استراتژی عمل میکنم، اینجا طمع رو از بین میبرم، اینجا ترس رو از بین میبرم. من یه پوزیشنمو با سود خارج شدم، این پوزیشنم هم الان توی ریسک فریه و بخواد اینجاها روند برگشتی بزنه، تیپسای برگشتی برای من بسازه، من سری دستی خارج میشم. چرا خارج نشم؟ چرا این همه سودم از دست بگیرم، تی پی اس ام از دست بگیرم؟ ولی اگه دیدم نه روند داره قدرت میگیره، روند من تا الانش حالا توی تایم بزرگتر ببینید من اینو یه روند ادامه دار میدونم، حداقل تا این سطح، حداقل تا این سطح. بعد شما بعد دیدن این ویدیو حتما برید روی چارت یورو یو اس دی و ببینید چه اتفاقی افتاده، ببینید حرفای من درست بوده یا نه. فقط اعتماد نکنید حالا به حرفا. و اینجا که ورودمو زدم، تی پی مو گذاشتم، استاپم هم گذاشتم و از پای سیستم بچا رفتم. دیگه دلیلی نداره من بخوام بشینم پای سیستم. حالا یا می اومد استاپ میزد و در جهت خلاف روندی که من پیش بینی کرده بودم رفته بود، یا حالا می اومد تی پی مو میزد. اصراری بر اینکه بمونم سر معامله، بشینم اینجا سر معامله نداشتم واقعا. صبر میکنیم بچا. این لایو تریدا خیلی مهمه، خیلی مهمه. نگاه کنید، زود ازش رد نشید. من هر نکته‌ای که خودم یاد گرفته باشم از استاد خودم تجربه کرده باشم، خونده باشم، هر اتفاقی که افتاده باشه، من همه رو اومدم تو این لایو ترید ها میگم. اگه طولانیه به خاطر اینکه نکته ها زیاده. نرید بچه‌ها، حالا آدمای چی بگم، کسایی که حالا میان میگن در یک ماه پولت رو 100 برابر کن، نمیدونم 1000 برابر کن، 2 برابر کن. نمیشه. با چه منطقی میخوان این کارو بکنن؟ چه مدیریت سرمایه‌ای دارن، چه مدیریت ریسکی دارن، چه آر به آری دارن، چه استراتژی دارن؟ نمیشه. بزرگترین کسایی که تو بازار دارن کار میکنن بچه‌ها وین ریتشون 60، یعنی 60% معاملاتشون روی استراتژی هایی که دارند تی پی میخوره. آر به آراشون 2 3 4. من نمیگم شما بیاید حالا آر به آر 6 بگیرید. دیدی که من خودم معامله‌ام رو یکی از معاملاتم رو 3 بستم. نه، همون 3 رو بگیرید، همون 2 رو بگیرید کافیه. اگه شما 5 6 7 اینا رو بگیرید که دیگه اصلا شکستی توی ترید ندارید. اما این منوط به تجربه، منوط به استراتژی، منوط به خیلی باید تجربه بچه‌ها کسب کنید توی بازار. باید چارت ببینید، باید استراتژی بچینید، باید استراتژی رو هر روز بهینه کنید، بهترش کنید، صبر کنید تا جواب بده اون استراتژی. استراتژی با 2 تا معامله 3 تا معامله جوابگو نیست. 100 تا معامله میخواد، 200 تا معامله میخواد که بفهمید این استراتژی جوابگو ها وین ریت داره، آر به آرش چنده، میتونید روش کار کنید یا نه. پس بچه‌ها لایو تریدا خیلی مهمه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من این محدوده دیگه بچه‌ها به دردم نمیخوره. الان این محدوده ها مهمه که اینا مینوریه تقریبا. حالا تا اینجا احتمال حرکت هست. عرضم به خدمتتون خیلی مهمه لایو تریدا رو سرسری بچه‌ها رد نکنید. من به خدا برای واچ تایمش نمیگم، برای چیزش نمیگم. برید نگاه کنید، از همه هم ببینید. از هم هر کی بود و بهتر توضیح میداد انتخابش کنید، گوش کنید و باهاش برید جلو. من نمیخوام دوره بفروشم، نمیخوام کاری بکنم، نمیخوام اصلا شو آف کنم، نمیدونم فلان کارو کردم، بیسار کاری. بچه این به خدا یه تریدرایی که الان توی اینستاگرام دارن کار، توی همین یوتیوب دارن کار میکنن، آر به آر 2 آرزوشونه. بچه آر به آر 3.5. اولین معامله آر به آر 3.5. من همین الان ببندمش با آر به آر 3.5 دارم میام بیرون. این بحث غرور نی بچه‌ها، بحث نمیدونم بخوام خودمو نشون بدم اینا نی بچه‌ها. این میخوام بگم پرایس اکشن وقتی که یک استاد خوب یاد بده، استاد بنده آقای پورصمدی بودن و من دوره هاشو دیدم، بعدش از تجربه و بازار استفاده کردم. خیلی تجربه کردم بچه‌ها، ولی خب شاید نزدیک بر 5 بار 6 بار من دوره آقای پورصمدی رو گوش کردم. افتخارم میکنم استاد بنده بودن. یکی از آرزوهام اینه که ایشون رو ببین. ولی حالا این چیزایی که میگم اینا بحث تجربه است. توی بازار خیلی تجربه کردم، خیلی استاپ خوردم، خیلی حالا چارت دیدم تا تونستم به این چیزها برسم که ببینم چه اتفاقاتی میخواد بیفته تو بازار و پیش بینی نه، احتمال بدم بازار از کدوم سمت میخواد حرکت کنه. دیگه نکته‌ای ندارم. صبر می‌کنیم که ببینیم بچه‌ها. معامله من تی پی مو دیگه گذاشتم اینجا، ریسک فریم هم کردم و حالا بعد از هر اصلاح و بالا رفتنی اگه بخواد بالا بره، تی پی ها رو میارم بالا یا با دستی خارج میشم دیگه. اگه دیدم ضعفی در رونده و دیگه نمیخواد، جون نداره بخواد حرکت کنه، من دیگه چیزش نمیکنم، طمعش نمیکنم، دست خارج میشم و میام بیرون. ولی تا جایی که میتونید بچه‌ها بذارید سودتون رشد کنه،
ضرر رو کوچیک کنید. سود رشد، ضرر کوچیک. همین قاعده رو رعایت کنید شما حسابتون میفته روی سود. فعلا دیگه کاری ندارم تا ببینیم با این مسئله، با این تی پی و این روند میخواد چیکار کنه. مسئله بود دوباره ضبط میکنم براتون. خب بچه من دیگه عرضم به خدمتتون دیگه ریسکش نمیکنم، یعنی اینکه بخوام حالا معامله بگیرم یا نگه دارم الان معامله رو ببینم میخواد چه اتفاقی بیفته. من این کندل رو دیدم، خب من دیگه میام بیرون دیگه با این کندل. من خیلی دیگه نمیخوام تو این معامله صبر کنم ببینم چه اتفاقی. این از اینجا شاید بکنه و بره بالا، برای من مهم نیست. من صبر میکنم. بچه خبر ساعت 4 خیلی مهمه، خیلی مهمه، ضبطش میکنم حتما و ببینید چه اتفاقی میفته. اگر قبل خبر حالا به یه نتیجه رسیدم که چه پوزیشنی بگیرم وارد میشم و شاید هم اصلا دیگه امروز معامله‌ای نکنم. امروز هم با یک تی پی 3 بسه، همین تی پی 3 میشه روی 0.5% که من دارم حسابش میکنم 1.5% اومده روی حساب من، کافیه. من همین نون ماستمو میخورم و میام بیرون. من ویدیو رو بازم حالا استوپش نمیکنم، فقط قطعش میکنم. اگه نکته‌ای بود میخواستم دوباره معامله‌ای وارد بشم و کاری میخواستم انجام بدم حتما براتون میذارم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار بگیره. خب بچه‌ها من دیگه معامله‌ای نمی‌کنم و یه دلیل خیلی بزرگی داره که حس می‌کنم طمع اومده سراغم. حس اون طمع کردن روی بازار اومده سراغ من. به خاطر همین اگه این حس نمی‌اومد چیز می‌کردم، معامله می‌کردم، ولی دیگه حالا چون تجربه من ثابت کرد تو هر کاری طمع کنی زمین می‌خوری و حالا همون چیزایی که به دست آوردی هم از دست میدی که معامله نمی‌کنم. یه جنبندی کلی می‌کنیم و ویدیو رو به اتمام می‌رسونیم. بذارید تا من همه اینا رو پاک کنم و خب بچه من همه اینا رو پاک کردم، میخوام یک جنبندی کلی بکنم و دیگه ویدیو رو تموم کنم. تو تایم 15 دقیقه من سطوح خودم، سطوح مهممو مشخص کردم. این سطح رو بچه نداشتم، اول بار این سطح رو نداشتم. یه بریکی اتفاق افتاد دیروز توی لایو ترید شماره 2 هست. اتفاق افتاد دیروز که پوزیشن ها رو وارد شدیم و حالا سودمون دیروز گرفتیم. بچا دیروز یک استاپ هم 2 تا استاپ اول بار خوردم، بعد با همین استراتژی هم 2 تا استاپ جبران شد و هم با 3 تا تی پی سود اومدیم بیرون. این مهم بود برای من. امروز من اینا رو کشیدم، این محدوده ها رو کشیدم، صبر کردم، تایم لندن شروع شد. شروع کردم یک الگوی، ببینید یه الگوی دیدم داخلش. این الگو از اینجا و اینجا. خب اینجا داشت بازی می‌کرد، تایم لندن که شروع شده بود اینجا داشت کندل ها بازی می‌کرد. یه استراتژی که داشتم این بود اگر این سطح شکستشه من لانگ بگیرم، بای بگیرم، برم بالا باهاش. من بای بگیرم و برم بالا. خب صبر کردم، انتظار حالا شکستن اینجا رو داشتم برای ورود به جهت روند بالا رفتن. اومد و بازی کرد و حالا بعدش هم از این کندل بعد این پین بار بچه‌ها اینجا ریخت. اما تو ذهن من سل نبوده، من آماده بای گرفتن بچه‌ها بودم، ذهنیتم روی بالا رفتن بازار بود. بعد از اینکه این سل داد اینجاها منتظر موندم شاید یک کندل برگشته میداد، اینجا وارد معامله میشدم، نداد و این کندل ها پشت سر هم با همین روند تشکیل شد. این سطح مهم توی لایو ترید شماره 2 گفتم اومد به این سطح رسید. چند تا دلیل خیلی محکم داشتم اینجا بای بزنم. یک، استراتژی من روی سطوح حمایتی و مقاومتی مهمه که این سطح برای من خیلی مهم بود. این یک دلیل برای ورود بایم که جزء استراتژی بود. و حتی من بچه‌ها تو فشار فروش وارد شدم، فشار، ولی با استاپ 5 پیپ تقریبا که استاپ حالا مطمئن گذاشته باشم. بعد از این کندل ها شما نباید بچه‌ها اینجا دیگه سل بزنید و توقع سل اینجا نداشته باشه. اگه سل می‌خواستید بزنید روی این کندل باید سلتون رو می‌زدید، این کندل سلتون رو می‌زدید، خروج پیدا، پین بارها رو که می‌دیدید خروجتون رو می‌زدید و می‌رفتید، تموم شد. اما اینجا بچه‌ها این گپ خستگیه، اینجا فروشنده ها دیگه دارن تموم زورشون رو میذارن، خسته شدن. این روند نزولی از اینجا ادامه داشته. اینجا دیگه تمام زوری بوده که می‌خواستم بذارم و دیگه اینجا دنبال پوزیشن سل نباید باشید بچه‌ها، اینجا باید بای بزنید. شما میتونید تو فشار فروش وارد بشید، میتونید صبر کنید. این کندل 2 تا پین بار داده بچه‌ها، 3 تا پین بار، روی اینا ورود نمیزدید، تو فشار خرید ورود میزدید. میتونستید اینجا ورود بزنید و استاپتون رو بذارید پشت همین کندل ها. اگه از اینجا میخواست برگرده دیگه ریزش داشت، بیشتر قدرت ریزشی میگیره. به خاطر همین من اینجا دیگه موظف بودم توی استراتژی بای بزنم. دیگه تو فشارها ورود زدم و صبر کردم. استاپ همو گذاشتم، تی پی هم گذاشتم. من فکر می‌کنم تی پی ام بچه‌ها اینجا گذاشته بودم
و در واقع TP رو بالاتر گذاشته بودم، TP اینجاها بود ولی حالا دیگه اینجا معامله‌مو بستم. بعد رفتم از پای سیستم دیگه، اومد و رسید به این محدوده ها و اینجا بچه‌ها یه محدوده خیلی حالا مینوری ولی مهمه دیگه. روی این پین بار بذارید ببرم نزدیکتر، روی این پین بار من به این نتیجه رسیدم که خروجمو بزنم. اولین معامله‌ام بود تو امروز، اولین معامله‌ام با تقریبا 0.5% ریسک روی کل سرمایه با یه TP 3 به من داده. کافیه برای من کافیه. من دیگه امروز معامله‌ای نمیزنم چون یه خبر خیلی مهمم داریم. صبر میکنم ببینم که چه واکنش‌های دیگه داره. حالا نخوام معامله بزنم، بچه‌ها بازار رو نگاه میکنم، چارت رو خیلی نگاه میکنم. این امکانه بچه‌ها رفتن بالا تا اینجا و حتی بریک اینجا هم داره. ببینید حتما چارت رو بعد از دیدن این ویدیو. من احتمال بریک این منطقه رو میدم. دلیل بسیار مهمی هم که دارم بچه‌ها شکست تریدینگ رنج. این پول بکی بوده که اومده به داخل تریدینگ رنج زده. این برگشت به چیز نیست، برگشت به تریدینگ رنج نیست، نه. وقتی بریک داده این پول بک به درون تریدینگ رنج بوده که اینا باید بچه‌ها تجربی به دست بیاد. متوجه میشید وقتی چارت رو زیاد ببینید میفهمید. خب حالا دیگه ما خدا رو شکر پوزیشنمون رو گرفتیم، سودمون رو گرفتیم از بازار و دیگه طمعش نمی‌کنیم دیگه. میریم فردا هم دوباره میاد، فردا هم روز خداست. صبر می‌کنیم تا فردا پوزیشن‌های بعدیمون رو می‌گیریم. بچه‌ها لایک، سابسکرایب و شیر کنید ویدیو رو برای دوستانتون که میخوان وارد این بازار بشن، وارد این بازار شدن از قبل، بدونن واقعیت چیه، بدونن که چه جوری باید رفتار بشه، چه واقعیت‌هایی داره. بعضی روزها بچه‌ها استاپ می‌خورید، بعضی روزها تو معامله اول سود می‌کنید، بعضی روزها سر به سر میایید بیرون، بعضی روزها حتی با ضرر میایید بیرون. اما مهم اینه که آخر بار حساب شما روی سود باشه. مهم اینه آخر بار استراتژی شما جواب باشه. شما بازار رو فهمیده باشید، نه به صرف اینکه 4 تا لغت و الگو بکشید. الگوها قبوله، توی بازارها به وجود میاد، همه این اتفاقا میفته بچه‌ها. اما صبر میکنید، حالا چجوری بهتون میگم، اون فهمیدن بازارها مهمتره. من دیگه بالای منبر نمیرم، امیدوارم که مفید باشه و خداحافظ شما.